نهری است که شعبه‌هایش شهر خداوند را فرحناک می‌سازد و جان ما را تازه می‌کند. آمین. این نهر روح خداست که از بطن خدا جاری میشه و میخواد تو بطن من و شما جاری بشه و عیسی اینو مهیا کرد تا من و شما از نهر خدا سیراب بشیم. آمین. میگه من آب زنده هستم، هر کس از من بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد. یوحنا فصل 4 آیه 14. از عیسی بنوشیم تا خلاهای ما پر بشه، در او تفکر کنیم تا از روح خدا پر بشیم. آمین. خدا رو شکر برای پرستش ها. ایمان دارم روح خدا میخرامه و بر اساس شناخت ما و ایمان ما اون رو کار میکنه. درود شالوم خداوند بر شما عزیزای دل خداوند که قلب پرستش دارید، قلب دارید برای شناخت عشق خداوند و گوش دارید برای شنیدن کلام زیبای خداوند، کلام پر از برکت و حکمت. در کلام خدا میگه مقدس باشید چنان که من قدوسم. برای هر ایمانداری تقدس و مقدس زندگی کردن باید جایگاه ویژه‌ای داشته باشه، چون خدا تو زندگی روحانی از ما میخواد که جسم و جان و روح خودمون رو مقدس نگه داریم. هرچند روح ما در مسیح عادل شمرده شده، اما وظیفه داریم که مراقب سلامتی روحانیمون باشیم. چنانکه تو اول تسالونیکی‌ها میخونیم فصل 5 آیه 23 که میگه خدا ما رو بالکل مقدس گرداند و روح و نفس و بدن بی‌عیب محفوظ بماند تا آمدن خداوند. آمین. در کلام خدا 8 بار این جمله تکرار شده: مقدس باشید زیرا من قدوس هستم. این جمله نه تنها تو لاویان بلکه تو عهد جدید هم عنوان میشه و نشان از اهمیت موضوع در زندگی ما ایماندارانه. در مزمور فصل 77 آیه 13 عنوان میشه که طریق خدا در قدوسیت است. پس اگر میخوایم زندگی مقدس داشته باشیم و در این طریق راه رفته و به خدا نزدیک بشیم، لازمه که نه تنها تو زندگی به دنبال فهم معنای قدوسیت خدا باشیم و اینکه خدا چه انتظاری از ما نجات یافتگانش داره، بلکه در کنار هم در کلیسا به دنبال اون تقدسی باشیم که بدون اون هیچ کس نمیتونه خدا رو ببینه، طبق گفته